Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. اینم دلشون اون خوشه، او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جایی دیگه، یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. این هم دلشون اون خوشه، او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. او دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدند.